مولانا یکی از یاران خودش یه زمانی دید دلگیره. گفت میبینم دلگیری؟ گفت بله دلگیرم. گفت همه دلگیری ها از دل دادن های نابجاست. حتما به یه چیزی که نباید دل میدادی دل دادی. ارزش این دل به اون چیزیه که درونشه. همونطور که ارزش یه قفس به پرنده درونشه، ارزش یه صندوق به گوهر درونشه، قیمت این دل هم به اون چیزی که درونشه. خود دل قیمت نداره. این دل رو حیوانات هم داره، فساق و فجار و کفار هم داره. ارزش این دل به اون چیزی که درونشه. اگر دل رو به چیزهای زوال پذیر و فناپذیر دادی، اونا از بین میرن، دل خودت رو هم از بین میبری. اما اگر دلت رو به یه چیز ماندگار و باقی دادی، او همیشه باقی، از بین نمیره و تو هم از بین نخواهی رفت. ما عاشق یه چیزایی میشیم خودمونم خبر نداریم که ما عاشق سایه شدیم، عاشق حقیقت بگید نشد. ما یه وقتایی هست به یه صورتی عاشق میشیم، به یه حسن و جمالی که در معرض زوال فناست. همین که برف پیری و برف غنودگی و ترکهای پیری بر این سر و صورت میاد، دیگه نمیخوایمش. همین حسنه. اما این حسن از این صورت ظاهری نیست. این حسن از یه چیز دیگه است. چون آنچه بر صورت تو عاشق گشته ای، چون برون شد جان چرایش هشته ای. همین محبوب هست، با همون خط و خالش، با همون زیبایش، با همون حسنش، با همون قد و قامتش برون شد جان، روحش میره دیگه. اسمشو میذارن چی؟ لاش یا لاشه. یعنی چی؟ هیچ. دیگه حالا دوستش نداری؟ دیگه رو کنارش گذاشتی؟ چرا حالا نمیخوای؟ چرا حالا بهش میگی جنازه؟ چرا به حالا بهش میگی لاشه؟ این همونه. حسنش، جمالش، زیبایی، صورت، ظاهر همه هست. چرا حالا عاشقش نیستی؟ چرا حالا میگی من عاشق مرده نمیشم؟ چی ازش کم شد؟ چی کم شد؟ روح کم شد. صورتش برجاست. این سیریز چیست؟ عاشقا واجو که معشوق تو کیست؟ ای عاشق، یکم جستجو کن ببین حالا معشوق واقعی تو کیه؟ معشوق واقعی تو کیه؟ بگید. لیلا نبود. کی بود؟ مولا بود. مولا بود که این صورتگری رو به لیلا کرده بود. تو عاشق لیلا شدی. روح لیلا که رفت، لاش لیلا رو نخواستی. پس معلوم میشه تو بدونی یا ندونی، بخواهی یا نخواهی، تو عاشق این صورت ها نیستی. حقیقتا تو عاشق چی هستی؟ اون روح و حقیقت هستی و اون مال الله، سرچشمه زیبایی ها، مبدأ خوبی ها فقط الله. اگر به اون سرچشمه دل بدی، هیچی بیقرارت نمیکنه. تو آمدی عاشق یه سری ظواهر شدی، چیزایی که در معرض زواله، بنابراین خودت هم بیقرار کرد.